سلام، صبح زیباتون بخیر باشه. الان ساعت 9:30 صبحه و من 1 ساعتی هست که بیدار شدم، اما این 1 ساعت زود زده بودم اینجوری به دیوار و امروز جمعه است. برای همین کار نمی کنم و خواستم که امروز بهتون نشون بدم که من در طول روز چی میخورم. قبلش میخوام یه ذره خونه رو تمیز بکنم، بعدش شروع بکنم به فیلم گرفتن تو خونه. خیلی کثیف. پس ادامه ویدیو رو ببینید. اولین وعده که صبحانه است قرار بخوریم. یه دونه از این نونای توست پروتئین رو برمیدارم و میذارم روی توستر تا برشته بشه. 2 تا تخم مرغ هم گذاشتم که آب پس بشه و بعد بریم صبحونه درست کنیم. من قبلا اینطوری بودم که تا از خواب بیدار میشدم میرفتم صبحونه میخوردم، اما الان یه چند وقته که بعد از اینکه بیدار میشم صبحونه نمیخورم و صبر میکنم تا یه چند ساعتی بگذره، مثلا حدود 1 ساعت 90 دقیقه بگذره و بعد میرم سراغ صبحونه خوردن. اون هم به خاطر اینه که خیلی خوب نیست وقتی که از خواب بیدار میشی، چون هر روز بدن تو خوابه یه دفعه حجم زیادی از غذا رو وارد معده‌تون بکنید. برای همین من یه مدته که دارم این شکلی غذا میخورم ولی به جاش قبل از اینکه حالا صبحونه رو بخورم تا جایی که میتونم مایعات مصرف کنم، خصوصا آب ولرم خیلی خیلی بعد از بیدار شدن به بدنتون کمک میکنه. پس به سلامتی. آروم آروم بریم سراغ درست کردن قهوه هم جدیدن دارم یه ذره کنترل شده مصرف میکنم. من یه ویدیو گذاشته بودم که توش 10 تا راهکار گفته بودم که بتونید خیلی سریع وزن کم بکنید، که ویدیوش هم خیلی دیده شد. اولین نکته که گفته بودم این بود که قهوه بخورید صبح ناشتا. یه سری بد برداشت کردم فکر کنم. قهوه خوردن صبح باعث میشه که برای کسایی که فستینگ هستن باعث میشه که فستشون رو بتونن طولانی مدت نگه دارن، چون قهوه خب این خاصیت رو داره که تلخه، یه ذره اشتهای آدم رو کور میکنه. برای همین از این نظر فایده خیلی زیادی داره. حالا قهوه واقعا جدا از بدی هایی که داره خوبی هایی هم داره. مثلا میتونه متابولیسم یه ذره بیشتر بکنه و برای همین خیلی اشتباه فکر کرده بودم مثلا همینجور صبح قهوه بخوری تو باعث میشه که لاغر بشی. ما همچین چیزی نداریم. تو بخوای لاغر بکنیم باید در کالری منفی قرار بگیری. هیچ راه دیگه جز این نیست. هیچ ماده‌ای هم وجود نداره که بتونه تو رو یه دفعه لاغر بکنه. توستمون برشته شد قشنگ. خب اینم از تخم مرغا که میخوام بذارم این رو، بعد شما رو نزدیکتر کنم بعد برشش بذارم. امیدوارم شده باشه اونی که باید بشه. نو اشکال نداره. قهوه‌مون هم آماده است. من اصولا 3 روز در هفته تمرینات قدرتی انجام میدم که میرم باشگاه و وزنه میزنم و 1 روز در هفته هم ورزش هوازی انجام میدم، یعنی میرم بیرون، در واقع میدوام. اون 1 روز در هفته هم جمعه هاست. بر همین امروز که جمعه است میخوام برم بیرون، هم قدم بزنم هم اگر تونستم بدوم. خاطر که یه ذره حال بدنی من خوب نیست. اگر بتونم میدوام، اگر نتونم اوکیه. پیاده روی هم مثل همونه، پیاده روی میکنم. من آماده ماشین گرفتم که برم به سمت پیاده روی و ببینیم که چقدر میتونم پیاده روی بکنم، چون واقعا خیلی حالم خوب نیست ولی حالا سعی میکنم که تا جایی که میتونم پیاده روی رو انجام بدم.
من برگشتم خونه و الان تنها چیزی که میخوام یک دوش آب سرد هستش و بگم که چی کار کردم. 5 کیلومتر و 600 متر پیاده روی فقط داشتم که تقریبا میکنه چند کالری؟ 235 کالری سوزوندم. احتمالا باز بعد از ظهر برم بیرون و دوباره یه مقدار پیاده روی بعد از ظهر داشته باشم. و تا اینجای کار 200 چند گفتم 30 خورده‌ای. الان میخوام برم نهار درست بکنم و قبل از اون که بعد تمرینمه، در واقع بعد پیاده رویمه، کراتین میخوام بخورم. کراتین هم هر روز میخورم. مکمل هایی که مصرف میکنم هم توضیح دادم. یه دونه کراتین میخورم روزایی که میرم باشگاه، یه اسکوپ آمینو میخورم، پروتئین وی. بعضی روزایی که حس بکنم مقدار پروتئین مصرفیم کم بوده، پروتئین وی میخورم و مولتی ویتامین. این مکملایی که من معمولا در طول روز مصرف میکنم. برای نهار میخوام مرغ درست بکنم. همیشه اصولا من سینه مرغ بخورم غذا، حالا چه صبح باشه چه ظهر باشه به عنوان نهار، چه به عنوان شام باشه، ولی تقریبا یک وعده در طول روز رو میخورم. خوشمزه است. سریالم نگاه میکنم و همراه باهاش غذا میخورم. و میریم سراغ میان وعدمون که رایس کیک همراه با کری بادوم زمینی و موز و عسل به همراه قهوه دوم امروز. آخرین اسنک امروزم رو بخورم. بعدش دیگه هیچی نمیخورم تا شام. و میخوام شیر بخورم که سیر نگه هم داره تا شام. من بریزم بگم چقدر شد. 300 تا، کمتر از 300 تا. و یه اسکوپ پودر پروتئین برای این که مطمئن بشم پروتئین به اندازه کافی به بدنم رسیده. و معمولا این ترکیب رو اگر بهش یه ذره قهوه فوری هم اضافه بکنید خیلی خوشمزه میشه، ولی چون من خیلی دیگه امروز قهوه خوردم دیگه این نمیخورم. و
اگر بخواید میتونید یه ذره گرانولا هم روش بریزید که باز خیلی خوشمزه میشه. این الان طعم مثلا بستنی آب شده میده. میخوام شب برم مهمونی، نمیدونم شام چیه، فکر کنم بدونم مثلا مرغ باشه با برگر. شب میخوام برم مهمونی، آماده میشم و بعدش میرم. خانم آشپز داخل این چیه؟ روش چرخ کرده با چی؟ این برگر دست سازه. چیز که سابه ربر پیرزناش. وعده های امروز هم تموم شد. من اصولا آخرین وعده‌ای که میخورم ساعت 8 شبه. بعد از اون دیگه هیچی نمیخورم. الان میخوام یه دونه دمنوش دم بکنم. البته میگم هیچی نمیخورم، منظورم دمنوش و اینا میخورم، و دمنوش، چای سبز، چای، اینا رو میخورم. الان میخوام یه دمنوش دم بکنم و استراحت بکنم و بعدش هم بخوابم. برای شام هم همونطور که دیدید برگر بود، اما خب برگر خونگی بود، یعنی گوشت بود و همراه با نون جو خوردم. نون برگرش هم نون جو بود و داخلش هم گوجه و خیارشور با کاهو گذاشتم. نوشابه هم که اصلا من نمیخورم، همراه با آب. همین وعده های امروز تموم شد و به هم بگید که اینجور ویدیوها رو دوست دارید یا نه. اگر دوست دارید باز هم از اینها درست بکنم. حتما اگر این ویدیو رو دوست داشتید لطفا لایک بکنین، سابسکرایب بکنین، من رو به دوستاتون معرفی بکنین. این کار شما باعث حمایت از من و تولید ویدیوهای بیشتر میشه. مرسی، خداحافظ.